چطوری موقع خرید زعفران عطر رو تشخیص بدید؟ به حالت شیپوری مانند رشته ها دقت کنید و اینکه زعفران اصل رنگش رو آروم آروم آزاد میکنه، نه یک دفعه. زعفران رشته‌ای بخریم یا پودر؟ زعفران رشته‌ای عالیه، ولی برای مصرف خونه و آشپزخونه اگه میخواید به صرفه تر باشه، پودر اقتصادی هم عالیه. زعفران رو کجا نگهداری کنیم؟ در ظرف دربسته در جای خشک و خنک، دور از نور، دور از نور و دور از نور. زعفران تاریخ انقضا داره؟ زعفران فاسد نمیشه، ولی اگه درست نگهداری نشه رنگ و عطرش ممکن